خسته نباشید خدمت بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران. من کاوان صنعی هستم از تلویزیون حزب کمونیست ایران در یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به خیزش سراسری مردم ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. بحث امشب رو اختصاص دادیم به موضوع اعتصابات کارگران رسمی نفت و در این راستا دعوت کردیم از رفیق فرخ معانی که امشب رو مهمان برنامه ما باشند و با راهنمایی‌هایی و راهنمودهایی که در این زمینه دارن بحث مفیدی را خدمت شما عزیزان ارائه بدیم. رفیق فرخ، صدای من رو دارید؟ بله، با عرض سلام عرض می‌کنم خدمت شما. با عرض سلام خدمت شما و بینندگانتون. زنده باشید. ما هم خیلی خوشحالیم. رفیق فرخ نیاز به معرفی مجدد ندارن. تو برنامه‌های پیشین هم بارهایشون رو معرفی کردیم از اعضای کمد سازمان کردستانی حزب کمونیست ایران و یکی از فعالترین فعالین سیاسی هستند در خارج کشور که فعالیت‌های بسیار مفیدی را در راستای کمک به جنبش آزادی خواهی و برابری طلبی در ایران در رأس امور کارشون دارن و انجام میدن. رفیق فرخ، اگر پیش مقدمه ای چیزی دارید میتونید ارائه کنید، در غیر این صورت میریم سراغ بحث اصلی. بله، تشکر از معرفیتون، ممنون. همچنین تشکر از دعوتتون. نه، پیش مقدمه‌ای ندارم، بفرمایید. پس میریم سراغ موضوع بحث کارگران رسمی. ابتدا میخوام موضوع اینجوری روشن کنیم که چه تفاوتی ما بین قرارداد رسمی یا کارگر رسمی که ما الان تو اخبار میشنویم میگن اعتصاب سراسری کارگران رسمی نفت با اعتصاباتی که پیشتر کارگران پیمانی، قراردادی یا ارکان ثالث معرفی میشدن وجود داره؟ بله، من راستشو بخوای ادعایی ندارم که در این زمینه متخصص جنبش کارگری هستم و اینا. اطلاعات من محدوده، نمیتونم ادعا کنم که اطلاعاتم کافیه، ولی تا جایی که به هر حال من اطلاع دارم و مطالعه کردم و در جریان جنبش‌های کارگری بودم، در واقع فرق اساسی قضیه تو قراردادهایی است که با اینا میبندن به خاطر یک سری مسائلی که به هر حال کارفرما در واقع معاف میشه از یک سری خدماتی که به این کارگرها بده. قبل از هر چیز مسئله بیمه است. اونایی که ثابت نیستن و به اصطلاح قراردادهای غیر ثابت دارن، در واقع اینا از حق و حقوق بیمه‌ای تقریبا معافن. اینا کارفرما براشون پرداخت نمیکنه. کارگرایی که ثابت هستن قراردادهای دائم دارن، خب اونا از یک سری مزایا برخوردارن که البته تو قانون اونجوری که اومده یا ثبت شده اینا از حق اعتراض، حق اعتصاب و بیماری و خیلی چیزهای دیگه‌ای که در ایران متاسفانه فقط رو کاغذ هست، عملی نمیشه، برخوردارن. ولی خب کارگرای غیر به اصطلاح رسمی از خیلی از اینها برخوردار نیستن که علاوه بر این در موارد بسیاری دیده شده که وقتی کارگرهای غیر رسمی حالا به هر دلیلی سر کار نمیرن، اعتصاب و یا غیره، برای کارفرما جایگزین کردن اینا خیلی سهلتر و آسانتره تا کارگرای رسمی. بسیار سپاسگزارم رفیق فرخ. همون گونه که اشاره کردید، پس مفهوم اینو میرسونه که اونایی که پیمانی، قراردادی یا ارکان ثالث هستن در واقع مستقیم با دولت طرف نیستن، یعنی از طرف پیمانکار اینا متصل میشن به دولت. درسته؟ بله این کاملا درسته. در واقع من اینو بگم، فکر میکنم، مطمئن نیستم ولی فکر میکنم
این نوع قراردادها یا این نوع فعالیت شرکتی در واقع بیشتر از اروپا گرفته شده و به ایران برده شده، چون اینجا هستش. اینجا سالیان ساله که این نوع شرکت ها هستن که در واقع استخدام میکنن انسانهایی رو، حالا در اسلام موقعیت های مختلف، و اینا در واقع اینان که با کارفرما طرفن، یا با، حالا اگر شرکت دولتی باشه با دولت، یا اگه شرکت خصوصی باشه با کارفرما و شرکت، در واقع اینا درگیرن. خود کارگران مستقیم درگیر نیستن، از طریق این شرکت ها فرستاده میشن. حالا بعضی اوقات میبینی یک کمی طولانی مدت موندنشان سر یک کار معین، اینجا رو میگم. البته بعضی وقتا کمتره، بستگی به موقعیت اون شرکتی داره که اینها رو خواسته، طلب کرده، مثلا نیاز داشت و اینا. حالا تو ایران گویا اینا موندنشان به حساب ماندگارترن، این به این سرعت جابجایی ها صورت نمیگیره. مثلا اگه یه کارگر مثلا شرکت نفت که قرارداد ثابت نداره، قراردادهای این چنینی داره، الزاماً این نیست که بیرونش کنن بره یه جای دیگه کار کنه، میمونه تا زمانی که به هر حال نیاز باشه. پس به این مفهومه که این الگو که به قول شما برگرفته شده از دنیای غرب هم هست، در راستای همون اصول سیستم سرمایه داریه که در حیطه گسترش در واقع خصوصی سازی انجام میشه. اما چه تفاوتی ما بین این خصوصی سازی که تو ایران هست و اون چیزی که در اروپا هست وجود داره؟ چون ما میبینیم مثلا تو کشورهای اروپایی پیگیری کردن کارگران یا به قانون مراجعه کردنشون، شکایت کردن از خود کارفرما راحت تره به نسبت ایران. تو ایران اکثر این شرکت ها به تعبیری خصولتی بهشون گفته میشه. موافق هستید با این قضیه؟ 100% اصلا قابل مقایسه نیست، قابل مقایسه نیست، تو هیچ زمینه قابل مقایسه نیست، من جمله همین که شما میگین. بله، حدوداً فکر کنم 32 سال پیش بود که تو اروپا در واقع این شرکت ها درست شدن و جالب اینجاست که اون زمان تو اکثر کشورهای اروپایی احزاب، بگیم به اعتبار اروپا دست چپی هم سر کار بودن، مثل اسپیده و اینا این شرکت ها رو رسمیت دادن و قانونیش کردن. تا اون موقع نبود، یعنی تا اون موقع شما مستقیم با کارفرما در ارتباط بودین، قراردادهای رسمی میبستین، حتی اگر قرارداد غیر رسمی هم بود ولی از یه مزایای تقریبا مساوی با قراردادهای رسمی برخوردار بودیم. ولی از وقتی که این شرکت ها درست شد، در واقع بهتون بگم یه استثمار خالصه، یعنی استثمار بیرحمانیه که این شرکت ها، حالا شما در نظر بگیرید به ازای هر ساعت کار یک کارگر، حالا از این بگذاریم که تو چه رشته‌ای فعالیت میکنه رو بگذاریم، فرضاً برای هر ساعت یک کارگر اگه پولی حدوداً بین 18 تا 25 اورو ساعتی بگیره، در واقع چیزی که به کارگر میرسه 10-12 اورو بیشتر نیست. و این البته همینطوری که شما میگه، خب تفاوت‌های بسیار از تو همون مدتی هم که این کارگر اونجا شاغله، بیمه میشه، امکانات که به دیگران تعلق میگیره به اونم تعلق میگیره، ولی تقریبا تنها چیزی که میمونه اخراج و به اصطلاح فسخ قرارداده که خیلی راحت‌تر انجام میشه و این در واقع به نفع کارفرما این در واقع این کار شد، این شرکت ها درست شد که کارفرماها مجبور نباشن مدت معینی از زمان رو برای اخراج یک کارگر به اصطلاح در نظر بگیرن. یعنی اینا میتونن هر لحظه ای که نخوان به اون کارخانه بگن، به اون شرکت بگن معذرت که ما نیازی نداریم، شرکت میتونه کارگر از اونجا بیرون بکشه.
خب ما می‌بینیم در جواب سیستم سرمایه‌داری میگه ما می‌خوایم حجم دولت رو کوچیک بکنیم، یعنی به این شکل که خصوصی سازی می‌کنیم، مسئولیت دولت رو کمتر می‌کنیم، واگذار می‌کنیم به مردم به نوعی. چقدر این حرف صحت داره؟ نه، این ظاهرپوشی قضیه است. ظاهرپوشی قضیه است. بالاخره ما میدونیم که تو دنیای غرب، حالا با یه تفاوت‌های اروپا با آمریکا و کانادا، به هر حال اینا یه تفاوت‌هایی دارن، نمیشه چشم پوشی کرد، ولی علل عموم دنیای غرب به هر حال دنیای سرمایه داریه، امپریالیسم. بالاخره اون بازار آزاد، اون سرمایه، این حرف اولو میزنه، همه چیز حول اون سازمان داده میشه. خب من منکر این نیستم که تو کشورهای اروپایی طی صدها سال مبارزه طبقه کارگر و دیگران در خیلی از زمینه‌ها امکانات و رفاهیاتی در واقع وجود آمده، فراهم آمده که خب موجودن، اینها قابل چشم‌پوشی نیستن. ولی خب اینجا هم به اساس ظرافت های کار خودشون دارن، پیچیدگی های کار خودشون دارن. بالاخره نظام سرمایه داریه، تا جایی که ممکن باشه میخوان که سرمایه مستقل، سرمایه غیر دولتی اینجا بتونه نقشش رو ایفا کنه، انباشتش رو داشته باشه و به ثروتش اضافه کنه. اینا بازم تاکید میکنم با تفاوت‌هایی به نسبت کشورهای مثل آمریکا و حتی روسیه بعد از فروپاشی دیوار برلین رو میگم، تفاوت‌هایی داره. میشه این تفاوت‌ها رو تو زندگی روزمره هم واقعا دید، لمسش کرد، نه؟ ولی خب در مجموع نظام سرمایه داریه و دولت هم موظفه که منافع سرمایه دار رو حافظ باشه. برگردین سر مقوله کارگران رسمی نفت. در حوزه نفت و گاز اصولاً اگه بخوایم از لحاظ تعداد مقایسه بکنیم، بیشترین تعداد کارگران رسمی هستن یا کارگران قراردادی و پیمانی؟ راستش رو بخوای، من اگه بخوام آماری به شما بدم، چون واقعا گفتم از اول بحثم، گفتم من متخصص این رشته نیستم، احتمالاً آمار دقیقی نخواهد، ولی از روی سیاست‌های جمهوری اسلامی چه این 43 سال گذشته میشه اینو فهمید، حتی اگه به آمارم مراجعه نکرد، که جمهوری اسلامی سعی کرده غیر رسمی ها رو، تعداد غیر رسمی ها رو افزایش بده و بنا به دلایل متعدد. امیدوارم اشتباه نکرده باشم، چون واقعا آماری ندارم بگم، نمیخوام حرفی بزنم که نادقیق باشه. سپاسگزارم. اتفاقاً از روی شواهد و قرائن یعنی اینجور برمیاد، چون ما وقتی پیشینه رو نگاه میکنیم در حوزه اعتصابات کارگری، حجم کارگرانی که پیمانی بودن، قراردادی یا ارکان سادس بودن اومدن و اعتصاب کردن خیلی بیشتر بوده. اما میخوام اینو بدونم، اهمیت این که کارگران رسمی به این اعتصابات میپیوندن در واقع در چی هست؟ خب اهمیتش دقیقا مشخصه، در اینه که در واقع تو اون همون سیاستی که باعث شده کارگرهای غیر رسمی رو افزایش بده و تا میتونه کارها رو از طریق اینا در واقع پیش ببره. آخه بایستی در واقع یک مقایسه هم کرد. وقتی بحث از کارگر غیر رسمیه، دقیقا یک معنی تخصصی هم با خودش میگیره، یعنی در واقع غیر حرفه‌ای، غیر متخصص، کارگر ساده، کارگری که تو از اینجا برش میداری میبری جای دیگه، اون کار معین رو انجام میده، نیازی به تجربه و کارآموزی در اون کار رو بخصوص نداره. نه، خب وقتی تو تلاش بکنی شرکتی رو تا جایی که ممکنه از طریق این نوع
کارگرها پوشش بدی و کارتو پیش ببری، معنیش اینه که فردا پس فردا اگه مشکلی پیش بیاد، تعداد کارگرهای رسمی تو که متخصصن از یه طرف، در واقع ستون فقرات اون کارخانه رو تشکیل میدن و تولید به عهدهشونه، از نظر فنی میگم، از یک طرف، و از یک طرف یک سری قوانین داره، یک سری به اصطلاح اونها یک سری چیزها دارن، چه بهش میگن، قوانینی هست که مختص اوناست، یعنی اونا میتونن از اونا بهره ببرن، مثلا حق اعتصاب، مثلا داشتن اتحادیه کارگری و الی آخر. نه، همه اینها حقوقی هست که اونها دارن، میتونن ازش استفاده بکنن. البته گفتم در قیاس کشورهای منطقه خودمون با اروپا کاملا متفاوته، مخصوصا ایران که در واقع اینا فقط رو کاغذ هست، عملا وجود نداره. حالا اگر فرصت شد صحبت اینو میکنیم که طی این 43 سال اینا چجوری تونستن این جنبش کارگری رو که زمان انقلاب 57 نقش خیلی مفید و اساسی تو انقلاب داشت، اینا متوجه شدن که باید این سیستم و این استرکتور رو تغییرش بدن و دادن. حالا میشه اونو یه جای دیگه بحث کرد، ولی به هر حال این تفاوت ها هست. دقیقاً حرف شما درسته، اومدن اون طیف از طبقه کارگر که رسمی، قرارداد رسمی داره، در واقع ستون فقرات کارخانه رو تشکیل میده که توش داره کار بکنه، ملحق شدن اینا به اعتصاب میتونه ضربه‌ای که به رژیم و کارفرما بزنه به مراتب بیشتر باشه. سپاسگزارم. البته من طی گزارشاتی که از اعتصابات کارگران پیمانی از طی میشه گفت 1 سال گذشته تا به امروز خوندم، اتفاقا به متخصص بودن اینا اشاره کرده. یعنی هیچی کارگران رسمی متخصص هستن و رسمیت دارن به قول شما، کارگران پیمانی و قراردادی هم لزوما غیر متخصص نیستن، افرادی هستن اتفاقا کارایی هم انجام میدن که خیلی راحت نمیشه جایگزینشون کرد. واسه همینه که رژیم میترسه، یعنی چون حجمشون زیاده و انگار متحدتر هم هستن، یعنی یه جوری به هم گره خوردن. ما چند وقت پیش مال اعتصاب کارگران قراردادی رو داشتیم دیگه در همین پارس جنوبی و اینا. رژیم خیلی هاشون رو بازداشت کرد، یعنی شاید بشه گفت هنوز تعدادشون تو بازداشت هستن. پس راحت نمیتونه رژیم اینا رو جایگزین بکنه. اما بیاین رو همین نکته مهمی که شما اشاره کردید. ما قبل از انقلاب اتفاقا بیشتر کارگرامون تو حوزه نفت رسمی بودن، امتیازات خیلی خوبی هم بهشون میداد رژیم پهلوی، مخصوصا زمانی که به تازه میخواستن به اعتصابات ملحق بشن، امتیازاتشون رو واقعا بالا برد، حقوقاشون رو خیلی بالا برد. اما زمانی که تیر آخر رو شلیک کردن به اقتصاد، به پیکر اقتصاد رژیم پهلوی، اونجا کارساز شد، یعنی فلج کرد عموما رژیم رو. رژیم چه دستاوردی از این بر خودش کسب کرده به قول شما؟ چه تجربه ای اندوخته که چنین سیاست هایی را اعمال کرده در طی این 44 سال گذشته؟ بله، در واقع این تجربه که کسب کرد همین موضوعی که شما بهش اشاره کردین، میگین اکثر قریب اتفاق کارگرهای پیمانی اونها متخصصن، اونها تو رشته خودشون کار کشتن بلدن، ولی پیمانی هن. یعنی رسمی نیستن. خب دقیقا همین کار کرده. شما در نظر بگیرید تو اروپا اینطور نیست، تو اروپا کاملا برعکسه. معمولا کسایی که تخصص ندارن و کارگرهای به اصطلاح ساده به حساب میان، اینجور قراردادهایی باشون بسته میشه یا از طریق این شرکت ها به کارخانه ها فرستاده میشن. ولی ایران اومده چیکار کرده؟ همون کارگری که میتونست قرارداد رسمی داشته باشه و به اندازه کارگری که قرارداد رسمی داره، تخصص داره، کار بلده، کار کرده، میاد شرایطی رو فراهم میکنه
که این به قرارداد رسمی دست پیدا نکنه، نه میاد اینا رو به این شکل استخدام میکنه. این قضیه تو معلمان اتفاق افتاده. اون بله تو معلمی، کارمندام زیاده. آره اون معلمی که میره درس میده، خب معلم دیگه، تو درس دادن خودش متخصص، داره همون کاری میکنه که بغل دستیش که قرارداد رسمی داره میکنه دیگه. چه تفاوتی داره؟ اینا داره همون کارو میکنه. ولی این یک سیاست عامدانه است که جامعه رو به این شکل سازمان میده و تقسیم میکنه. یعنی میاد از همون تعداد انسانهایی که میتونن تو کار خودشون، حرفشون ثابت بمونن، کار کنن، میاد به یک نوعی زندگیشون ناامن میکنه. حالا شما اینو وسعت بدین به تمام ایران، به تمام رشته ها، به تمام میاد تفاوت درست میکنه. رژیم جمهوری اسلامی از همون اول سر کار اومدنش متوجه این شد و این سیاست رو پیش برد که انسانها رو با هم متفاوت کرد، در مقابل هم قرار داد. کارگر استخدامی ثابت با کارگر به اصطلاح غیر ثابت، نه معلم کارمند به اصطلاح دائم باشه. یعنی این سیستم رو تو کلیت جامعه درست کرده و از وجود آوردن این اختلاف، این تفاوت، خب در واقع همون مثال مشهور که میگه آب و گلالود کن و ماهی بگیر، این کارو کرده. تو تمام این سالها این کار کرده. زمان شاه این نبود. زمان شاه که وقتی کارگرا، من نمیدونم، اطلاعات دقیق ندارم، آماری که به شما بگم الان شرکت نفت اون موقع چقدرش ثابت بود چقدرش غیر ثابت بود، اینو نمیتونم بگم، ندارم این آمار الان معلوم نیست. ولی یقینا شرایط امروز رو نداشته. به مراتب میشه با اطمینان اینو گفت. و اون زمان وقتی که شرکت نفت و کارکنان کلا صنعت نفت وارد اعتصابات شدن، خب پایه ها، ستون در واقع نظام فرو ریخت. یعنی این تاثیرش اینقدر در انقلاب 57 بارز و مشخص بود. ولی الان شما در نظر بگیرید، نه فقط تو صنعت نفت، تو صنعت‌های دیگه، تو شرکت‌های دیگه، حتی تو طیف معلمین، کارمندا، پزشکی، همه اینا رو که نگاه میکنی میبینی به مراتب اعتصابات به نسبت زمان شاه، به نسبت قبل از قیام 57 به مراتب بیشتر شده. یعنی روز نیست شما شاهد این نباشین که یه گوشه یه جای کشور یه عده‌ای اعتصاب کردن، تحصن کردن، اعتراض کردن، تقاضای خاصشون رو دارن و الی آخر. نه، ما در این ابعاد هیچ وقت زمان شاهد این جنبشان نبودیم. ولی به دلیل سیاست‌های معینی که جمهوری اسلامی به کار برده و توش موفق بوده، البته تا الان، از این منبع و بایستی یه جور دیگه راجبش صحبت کرد، تونسته مسلط بشه، تونسته از اون اختلاف، از اون حتی من میتونم ادعا کنم نوع این تنفر تو جامعه درست کرده که اقشار متفاوت، انسانهای مختلف به نسبت هم در واقع اینا متنفر بشن. یعنی اینقدر تضادهای بزرگی درست کرده که اتحاد و یکپارچگی جامعه رو تقریبا غیر ممکن بکنه. ولی خب موفق نشد، خوشبختانه موفق نشد. در قیام 3 ماهه ژینا ما دیدیم که نه، وقتی مرحله انقلابی بشه، اتحاد، همبستگی، یکپارچگی و اون شور و شوق انقلابی دوباره تو مردم وجود میاد، اون اتحاد و همبستگی درست میشه. حالا چرا همه اقشار جامعه من جمله طبقه کارگر به اندازه قسمت‌های از جامعه فعال نیست، در صحنه نیست؟ اونو میشه بررسی کرد، خب دلایلش رو پیدا کرد، راجبش صحبت کرد. ولی این که یک اتحاد عمومی، یک همبستگی، یک متوجه شدن به این که ما هممون مورد یک ظلم واحد قرار گرفتیم، این در جامعه پیدا شده. جامعه متوجه این شده.
بحث اینه که طبیعتاً وقتی کارگران پیمانی و کارگران رسمی در کنار هم قرار بگیرن و اعتصاباتشون به هم پیوند بخوره، اثراتش هم خیلی بزرگتر خواهد بود و میشه گفت که رژیم رو در یک موقعیت بسیار حساسی قرار میده. ما هنوز اینو نمیبینیم، یعنی یا کارگر رسمی اعتصاب کرده، کارگر پیمانی نیست، یا اینکه پیمانی هست رسمیه نیست. چه کار باید کرد که این دوتا با توجه به اختلاف حقوق و مزایایی هم که دارن، اختلافی که از لحاظ امنیت شغلی دارن، اما به این درک، به این نقطه برسن که منافع طبقه کارگر یه منافع عمومی برای همه هم طبقه هاشون و دفاع بکنن از همدیگه. این اتحاد رو چجوری میشه شکل داد؟ با توجه به اینکه میبینیم تو سطح جهان رژیم عموما کارگر مثلا هفت‌تپه میاد، مال فولاد میاد، مال هبکو میاد، شرکت های مختلف میان، در اولین درخواستشون اینه که سازمان کارگری مستقل خودشون رو داشته باشن. به اینم اجازه نمیده، یعنی کوچکترین تجمعی رو امنیتی میکنه. با توجه به این وضعیت چه کار میشه کرد که این اتحاد رو شکل داد و جامعه کارگری ایران رو به اون رشد و به اون مرحله از رشد و ترقی رسون که منافع هم طبقه ایش مهمتر از منافع کاریش باشه یا موقعیت شغلیش باشه؟ من فکر نمی کنم که قضیه از درک موضوع باشه. یعنی من فکر میکنم نه فقط طبقه کارگر، جامعه ایران 80 میلیون 80 و چند میلیون ایرانی به این درک واحد رسیدن. من فکر میکنم متوجه شدن که به اصطلاح واحد منافع هستند و در واقع تغییر رژیم رو خواستارن، قبول کردن و قبول کردن که منافعشان در با هم بودنه، یعنی در اتحاد و یک پارچگیه. من فکر میکنم قضیه از درک باشه. باید جاهای دیگه دنبال این قضیه بگردیم که چرا با قول شما وقتی کارگران صنعت نفت مثلا یا پتروشیمی وقتی میان یا هفت‌تپه وقتی میان که اعتصاب میکنن، اعتراض میکنن، هماهنگ نیستن. چرا همه با هم نیستن؟ من راستشو بخوای قضیه رو اینجوری میبینم که شما در نظر بگیرید جمهوری اسلامی طی 43 سال گذشته شرایط وجود آورده که میشه به قطع یقین گفت اکثریت جامعه رو یه جوری وابسته کرده. یعنی زندگی رو کاری کرده. انسان ها توی جامعه زندگی نمیکنن، فقط زنده هستن، دنبال روزمرگی هستن. امروز من برم، امروز مو به پایان برسونم، حالا فردا خدا کریم. یعنی زندگی جامعه رو اینجوری کرده. یعنی این شرایطی فراهم کرده اولا هر کسی در واقع به فکر خودش باشه، نجات خودش باشه و این این جامعه رو به قهقرا و در واقع فساد اخلاقی میرسونه. این سیاست که واقعا کرده، جمهوری اسلامی این کارو کرده و موفق هم بوده. میگم همیشه من این تاکید میذارم، حداقل تا 3 ماه قبل و تو طبقه کارگر هم این کارو کرده. شما در نظر بگیرید تو این اروپا اعتصاب بکنی 3 ماه هم اعتصاب نکنی، اولا کارفرما مجبوره که حقوق تو بهت بده، دوما مشکلی هم برات پیش نمیاد. بالاخره انقدر سیستم های اجتماعی هستن، به ارگان های اجتماعی هستن که تو رو بی‌نیاز بکنن از اینکه به خاطر مسائل مادی مجبورت کنن به سر کار. نه، ولی تو جامعه ایران همچین چیزی موجود نیست. همچین چیزی موجود نیست. کارگری که بخواد 1 ماه سر کار نره، خب این در واقع زندگی زن و بچه‌شو به خطر انداخته. من چرا میگم مسئله چیز نیست، فهم نیست؟ شما در نظر بگیرید خانواده همین کارگری که تو شرکت نفت کار میکنه، تو فلان شرکت دیگه کار میکنه، اولا بچهش جوانش تو خیابونه داره اعتراض میکنه،
شبا هم زن و بچهش تو بالکن رو پشت بام شعار میده. یعنی اینا متوجه این هستن، این اهمیت قضیه رو درک کردن. شرایط کار، موقعیت زندگیه که احتمالاً به اینا اجازه نمیده هماهنگ، یک پارچه و برای به شکل طولانی مدت به میدان بیان. خب من فکر میکنم، تصور من اینه که یک جورایی یک تاکتیکی هم در این هست، سیاستی هم در این نقش داره که شما قبل از اون این مسئله روشن کنم. شما در نظر بگیرید طی 43 سال گذشته هر نوع فعالیت برای درست کردن اتحادیه مستقل کارگری به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شد. فعالین کارگری اسیر شدن، دستگیر شدن، زندانی شدن. یعنی با هر نوع حرکت کارگری برخورد به مراتب خشنتر و سرکوبگرانه تر شده. خب این شرایط 43 ساله که امکان اینو به وجود نمیاره که طبقه کارگر بتونه از تشکل‌های مستقل خودش سود ببره، داشته باشه، استفاده کنه و چنین روزهایی مثل امروز رو از طریق اتحادیه ها و سندیکاهای خودش سازمان بده، اونجوری که تو اروپا مرسومه. نه مجبورن اینا به ابعاد کوچکتری قناعت کنن، در ارتباط باشن با هم و کارهایی هم که میکنن بیشتر محلی، کوچیک و موقت باشه. من به شخص امیدوارم که طی این انقلابی که شروع شده و در ماه‌های آینده این سیستم رهبری، این سیستم طبعا با کمک احزاب، با کمک همین به اصطلاح تشکیلات هایی که موجودن، تشکل هایی که موجودن، همین تلویزیون ها، رادیو هایی که موجودن، اینا بتونن این ارتباطات رو سراسری کنن، بتونن نقش یک اتحادیه سراسری رو حالا شاید به شکل مخفیش به وجود بیارن که این بتونه رهبری کنه، بتونه سازمان بده. موانعی سر راه هست، همینطوری گفتم، موانع مادی و مشکلات کاری و اینا، ولی میشه برای اینا راه حل هایی پیدا کرد و اگه لازم باشه، اگه قیام به اون مقطع از خودش برسه که نیاز اینو احساس کنه که طبقه کارگر یک پارچه بایستی دست به اعتصاب بزنه، همچین اتحادیه، همچین تشکلی بتونه اینو رهبریش کنه و سرتاسریش کنه. سپاسگزارم رفیق فرخ گرامی. میریم یه میان برنامه میبینیم، برمیگردیم دوباره خدمتتون. سر همین مسئله اتفاقا میخوام بحث بکنیم که رژیم تا کجا بالاخره میتونه ادامه بده. پس میریم یه میان برنامه میبینیم و برمیگردیم دوباره. من 156 saat nisbət səxti ziyanavərimgah ayda kar kərdim olar. 156 saat. Çünki niyə bizim səxti ziyanavərimiz var? Adli personelimiz, idarələr 179 saat gərək işləyərlər ki, əlhamdülillah, hala işlərini və işimiz yox. Zatəşyanlar واقعا قش zəhmət کشی bu camiyə. Vəli nə səsimiz bir yerə yetişir, nə bizə ərziş var. الان gəlmişik deyək ki, ya bizim واقعا الان سختی کارımızdır, hüquq məzayamızdır. واقعا müşküldür. الان bu şərait camiə ilə biz eləyəmirik, imralı maaş eləyək. Gəlmişik şuraya möhtərəm şəhərdardan xahiş eləyək. İmkanlarında olsa bizim sözümüzü eşitsinlər və bizim aylığımızın və hər nəhvi təmin hüququ olsun. Və ərzdən qoyduk. Bu dostlarımız da ki buradadır. الان biz سه نوع استخدامımız var Ataşşan'daki. Az 8 milyon ta 17-18 milyon aylıq olur. Şoğlu birdir. Yəni elə bir hamımız yeyib otsun deyirik. Vəli aylıqlarımız mütəfavitdir. Aylıqlarımız düz deyil. Hüquq məzayamız düz deyil. O, yəni ranəndəmiz var. O da maşın sürür. Ranəndəmiz var. Məsələn aylıqlarımız bir
باید گردد محمد احمد آزاد باید گردد محمد احمد آزاد باید گردد محمد احمد آزاد باید گردد دانشجوی زندانی 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 آزاد آزاد باید گردد زندانی سیاسی 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 آزاد باید گردد هی جانیان خون از دل ما میخوری قد میکشی اما چه سود طوفان بیاید قامت بیریشه ها خواهد شکست با خون فرزند خودم در کوچه ها خواهم نوشت دستی اگر بر ما زنید دست شما خواهد شکست هی دار میزنید و جار میزنید و داغ میزنید و حبس اما بدانید این قفس در انتها خواهد شکست هی خاک میکنید و خاک میشویم و خاک میخوریم به ترس که شیشه عمر شما به دست ما خواهد شکست به دست ما خواهد شکست با عرض شب خیر مجدد خدمت بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در خدمت شما و همچنین مهمان گرامی برنامه رفیق فرخ معانی عزیز هستیم. میخوایم ادامه بحث رو ادامه بدیم. رفیق فرخ، بحث اینه که با توجه به این فضای امنیتی که رژیم ایجاد کرده و ما قیمت دلار هم هر روز میبینیم که نزدیک شده به 40,000 تومان، یعنی اگه با همین روند پیش بره تا 50,000 تومان هم میره. خب این سفره اقشار ضعیف جامعه رو کوچیک و کوچیک‌تر میکنه. اون چیزی که پیشتر هشدارش داده شده بود حتی از طرف اقتصاددان‌های اصلاح طلب هم که هشدار میدادن انقلاب پابرهنگان، انقلاب اسیدهای معده در راه و این بالاخره دودمانشون رو برباد میده، شما چقدر باور به این دارید که آیا با همین روند و اقتصاد رو به زوال جمهوری اسلامی که داره پیش میره چقدر امکان همچین چیزی هست؟ اصولا بگیم انقلاب اسیدهای معده، انقلاب گرسنگان، انقلاب پابرهنگان. بله واقعا اینطوریه، انقلاب پابرهنگان در راه، یعنی هستش، در واقع اتفاق افتاده. طبقه کارگر، اون جمله مشهوری که طبقه کارگر غیر از زنجیرهای پایش چیزی رو نداره از دست بده، تو جامعه ایران با گوشت و پوست اینو میشه لمسش کرد. واقعا الان با موقعیت هایی که پیش اومده، با شرایطی که پیش اومده، مسئله ارز، مسئله بحران ها، مسئله بیکفایتی رژیم حتی از پیش بردن امور ابتدایی جامعه عاجزه، نمیتونه. میان حرفایی میزنن که واقعا خنده داره. ما هم متاسفیم از این که ما هم دوست نداریم مثلا گویا دلار با قیمتش بالا میره و به اصطلاح بحران ارز به وجود آمده. خب همه اینا از یه طرف شرایط سیاسی جامعه، از طرف دیگه هر نوع اعتراض کارگری رو بلا فاصله به یه اعتراض سیاسی تبدیل میکنه. ما در جامعه نیستیم که طبقه کارگر به شکل کلاسیک سازمان ها و تشکل های خودش رو داشته باشه، برای احیای حقوق خودش قدم به قدم پیش بیاد، مبارزه بکنه
و حالا یه جایی پیروز بشه، یه جایی کمتر پیروز بشه، یه جایی حتی شکست بخوره ولی دوباره پاشه ادامه بده اینا. ما در یه همچی جامعه نیستیم. این جامعه ما دارای این خاصیت ها نیست، این شکل نیست. به این خاطر همیشه مبارزات طبقه کارگر حتی اگه صنفی بوده یک ابعاد سیاسی اجتماعی به خودش میگیره قضیه. و من یقین دارم همونجوری که خودشون تو اتاق فکر خودشون یا به قول شما اصلاح طلبا مدت هاست اینو جار میزنن که انقلاب قیام به پابرهنگان در راهه، به طور واقعی اینطوریه. فاصله طبقاتی که طی 43 سال نظام افسار گسیخته سرمایه‌داری مذهبی وجود آورده چیزی نیست که بشه به این سادگی ها حلش کرد. چیزی نیست که بتونی، حتی اگرم بخوان، چیزی نیست که بتونن ظرف چند سال این فاصله، این دره عظیم تفاوت ها را پر کنن. به این خاطر من یقین دارم که این قیامی که شروع شده، یقین دارم که قشر پایینی جامعه، طبقه کارگر، مهره اصلی یا بگیم نیروهای در واقع اصلی این انقلاب همونا هستن. اونان که وقتی دیگه بیان و به انقلاب بپیوندن، البته من نظرم این نیست که گویا نپیوستن، من نظرم این از روزهای اول حتی خیلی خیلی پیشتر از این که این قیام شروع بشه با جان باختن ژینا، طبقه کارگر در عرصه مبارزه یکی از فعالترین طبقات اجتماعی بوده و ما شاهد این هستیم. ولی اونجوری که چه ما به عنوان فعالین سیاسی و چه کلیت جامعه ایران انتظار داره که طبقه کارگر یک صدا متحد و همگام به این انقلاب بپیونده، من فکر میکنم اتفاق خواهد افتاد و دیری نخواهد پایید. خب رژیم تا کجا میتونه ادامه بده؟ یعنی این روند تهدید و ارعاب و اعدام و شکنجه و تجاوز رو، ما امروز یه خبری داشتیم بسیار دردناک بود. در یکی از فقیرترین مناطق تهران دختر دانش آموزی که فقط صرفاً حجابش رو برداشته شعاری داده، اینو گرفتن به خاطر تجاوز بیش از حدی که به یه دختر 14 ساله معصوم نیروهای امنیت اطلاعاتی جمهوری اسلامی انجام دادن، دچار پارگی واژن شده و تو بیمارستان بستری، معلوم هم نیست زنده بمونه. خانواده‌اش رو تهدید کردن، فشار آوردن. از یه خانواده بسیار فقیر و کارگری حاشیه شهر تهرانه. واقعا تا کجا میتونه ادامه بده؟ ما با کسایی طرف نیستیم. به قول یکی از رفقا میگفت حیفه که اینا رو اصلا حیوان هم نامگذاری کنی، اینا مادون حیوانن، بیشتر اینا رو باید حشرات کثیفی مثل زالو توصیف کرد که فقط خون ملت رو دارن میمکن. تا کجا باید مردم این وضعیت رو باید تحمل کنن و تا کجا رژیم میتونه ادامه بده؟ رژیم میتونه ادامه بده به شرطی که در واقع خیابون خلوت بشه، مردم به خونه هاشان برگردن، انقلاب یه جورایی به اصطلاح، این قیام یه جورایی به اصطلاح خاموش بشه، کم شعله بشه. اون موقع رژیم میتونه ادامه بده. رژیم به هر حال ابزار و امکانات ادامه دادن رو داره و به لحاظ اخلاقی ما با رژیمی طرف نیستیم که گویا یک سری اخلاقیات داره که میخواد اینو تو جوامع بین المللی حفظ بکنه، حداقل ظاهرسازی بکنه. این رژیم حتی به اونم اهمیت نمیده، اصلا براش مهم نیست که دیگران راجبش چه فکر میکنن. این حتما شاهد این هستین، انواع اقسام آخوند تو در بسیار رتبه های مختلف میان و صحبت میکنن و سخنرانی میکنن و که گویا بله خب در اسلام این بوده، محمد این کار رو کرد، محمد شاعر خانمی عربی رو که اون موقع شعر میگفت فلان میگفت اینجوری ترور کرد، خب برای حفظ اسلام اینها لازمه، باید کرد اینا. من فکر کنم رژیم تلاش خودش رو میکنه این رو به وحشت وجود بیاره از یک طرف و از طرف دیگه در واقع نیروهای خودش هم به اصطلاح تقویت روحیه بکنه. ولی یک چیز داره، یک به قول معروف
پارامتری هست که اگه اونو در نظر نگیریم که خیلی ها ممکنه دچار این بشن که گویا آره احساس یک نوع سرخوردگی، سرشکستگی بشن که گویا رژیم این قابلیت داره تا ابدالدهر اینو ادامه بده، تا نهایت اینو ادامه بده. اینطوری نیست. اون فاقد اصلی که به نظر من قیام سراسری مردم ایرانه، وجود جوانان رو خیابانه و این ادامه پیدا کردن این اعتراضه، این میتونه تعیین تکلیف کنه. اون توازن قوای واقعی در واقع اینجاست که تعیین میشه. شما در نظر بگیرید به هر میزانی که خیابون در جنب جوش تظاهرات هست، اعتصابات هست، اطلاعیه ها داده میشه، بر خامنه‌ای و دیکتاتور و جمهوری اسلامی داده میشه، به همون میزان سیاست های کشورهای غربی بخصوص اروپا در مقابل این رژیم تغییر. خب این توازن قواست که اینو تعیینش میکنه. الان به نظر من از نظر حداقل دیپلماسی در نظر بگیریم، خب خیلی تفاوت ها کرده، خیلی در واقع فشار به جمهوری اسلامی آمده. الان گویا اون سردار پاسدار، رئیس سپاه پاسداران میگه این یک چیزه، یک حمله به اصطلاح همه جانبه است و اینا. متوجه این شدن که در تنگنا قرار گرفتن. من فکر نمی‌کنم به لحاظ اخلاقی ظرفیت اینو داره. این رژیم همونجوری که تو سوریه نشون داد ظرفیت اینو داره که بکشه، سرکوب کنه، از بین ببره، اعدام کنه. اینو داره. این هیچ حرفی توش نیست. ولی همین مردم هم ثابت شده. سالهای قبل در خفا میکرد، بعدها به شکل تصادف و نمیدونم به اصطلاح برنامه ریزی شده این کارا رو میکرد. امروز هم به شکل علنی میگیره و میکشه و اعدام میکنه و تو تظاهرات هم میکشه. این ظرفیت رو داره. به لحاظ اخلاقی اینو داره. ولی یکی از هدفهای اعتصابات همینه، یعنی مخصوصا صنایع بزرگ وقتی میان پای اعتصاب به خاطر اینه که این هزینه رو به رژیم تحمیل کنن، یعنی فکر نکنه که تا ابدالدهر میتونه دستگاه سرکوبش باید فشل بشه. خب یکی از کارا همین اعتصابات بزرگ و سراسریه که میتونه منابع درآمدیش رو مختل بکنه و نتونه. خب این نیروهایی که میان سرکوب میکنن مزدورن، فرقی نمیکنه حالا چه تاج رو سر اون رهبرشون باشه یا عمامه، مادامی که پول داره میتونه بهشون پول بده، اینا بهش خدمت میکنن. زمانی که نداشته باشه همینا سرش رو زیر آب میکنن، به یکی دیگه خدمت میکنن، کسی که بیشتر پول میده. ماهیتشون همینه. به قول شما فاقد هر نوع اخلاقیاتی هستن. بحث اینه که الان بهترین موقعیته که طبقه کارگر بتونه به این جنبش سمت و سو بده، جهت بده، رهبریت این جنبش رو خودش یدک بکشه. اما یه چیزی لازمه، انگار یه چیزی این وسط کمه که طبقه کارگر رو به اون سمت هول بده، جهت بده و بیاد رهبریت این جنبش رو علنا در دست بگیره و اجازه نده دیگه کسی دیگه مثل خمینی لای قرآن و چه میدونم توی ماه و اینجور چیزا برام یه ملتی زنده بکنن، دوباره یکی رو از درون غارهای نجف و این ور اون ور در بیارن. فقط این از عهده طبقه کارگر برمیاد. اما چه کار باید کرد که بشه هم پیمانی، هم قراردادی، هم پرستار، معلم، مال باخته، همه اینها قطعا اگه طبقه کارگر بتونه این رهبریت رو بر عهده بگیره، همه اینا زیر این چتر جمع میشن. اما چه باید کرد؟ بس اینجاست. بله این ضربه نهاییه. این ضربه نهاییه که در واقع شیر درآمدهای به این نظام رو میبنده. خب دیگه به قول شما امکان مزدور خریدن و مزدور اجیر کردن رو ازش میگیره. این ضربه نهاییه و در واقع یکی از اون راهکارهاییه که امکان رژیم رو برای سرکوب در واقع کم بکنه و باعث این اتفاق بیفته، باعث این اتفاق. ولی به قول شما یک مسئله هست که انسان احساس میکنه هنوز اون آمادگی نیست، هنوز اون شرایط فراهم نشده. شاید، من نمیدونم، ولی شاید یکی از دلایلش اینه که این قیام اون شکل کلاسیک، اون شکل عمومی خودشو به هر حال طی نکرد.
خب مثلا شما در نظر بگیرید الان بیش از 3 ماهه که جوانا رو تو خیابان دارن مبارزن، کف خیابان مبارزه میکنن، از انواع شکل‌های متفاوت مبارزه استفاده کردن، ولی هنوز نیروی عظیمی که به اصطلاح خاکستری بهشون میگن اینا هنوز فعال نشدن. یعنی حالا چه در سطح اعتصابات، چه در سطح تظاهرات و چه در سطح حتی شعارهای شبانه. خب اینو ما هنوز شاهدش نیستیم که این نیروی عظیم خاکستری که مخالف این نظام هم هست وارد عرصه بشه. شاید یکی از دلایلی که طبقه کارگرم مانع میشه که به اون شکل یک پارچه‌ای که منظور شما و منظور ما هست و منظور به اصطلاح لازمه این انقلاب هست به وجود نمیاد، همین قضیه است. این در واقع شده یک ترمزی، یک گیری سر این راه که این هماهنگی به وجود میاد، این حالت قیام همگانی به خودش نمیگیره که همه عرصه ها رو در خودش بگیرید. من نمیدونم چقدر طول بکشه، ولی یقین دارم این اتفاق میفته، ولی کی و چقدر طول خواهد کشید رو نمیدونم. ولی تأکید باید کرد، طبقه کارگر اینو باید بدونه که اون به قول شما اگه بخواد چه به لحاظ عملی چه به لحاظ فکری در رأس و رهبری این انقلاب قرار بگیره، بایستی وارد این عرصه بشه، بایستی این کار بکنه، بایستی نقش اساسی در از بین بردن امکانات مالی این نظام ایفا کنه و اونم تنها و تنها در اعتصاب و نرفتن سر کار و نهایتا ملحق شدن به قیام عمومیه میشه انجامش داد. سپاسگزارم رفیق فرخ گرامی. به عنوان آخرین پرسش، کمتر از 5 دقیقه فرصت داریم، ممنون میشم کوتاه جواب بدید. وقتی به حافظه تاریخیمون مراجعه میکنیم، در زمانی که ایران اشغال شده بود، ما از جمعیت حدود 22 میلیونی ایران قحطی بزرگی را افتاد تو ایران. اگه دقیقاً شما قطعاً مطالعه کردید اینو، در جریانش هستید. تو اون قحطی بزرگ میگن چیزی حدود 10 میلیون تا 10,500,000 نفر از ایرانی‌ها مردن تو اون قحطی بزرگ. یعنی لزوما این که این مردم اگه گرسنگی بهشون فشار بیاره حتما دست به ابزار تغییر بنیادین و اینا میبرن؟ نه. خب نیروهای سرکوب خیلی کمتر بود تعدادشون. اگه همین 10 میلیون میرفتن 100 تا حکومت رو میتونستن تغییر بدن. پس مشکل تو این قضیه نیست که مردم چقدر گرسنه میشن، چقدر تحت فشار قرار میگیرن. چه عنصری هست که میتونه اینا رو متحد بکنه، میتونه اینا رو آماده بکنه برای اون قیام نهایی؟ بله، این مثالی که شما آوردین خیلی بارز و جالبه. به قول بعضیا میگن ایران به عنوان کشوری که تو جنگ شرکت نکرد بیشترین تلفات داد در واقع. یعنی هیچ کشوری به اندازه ایران تلفات نداد متاسفانه اون موقع. و این موضوعی که مطرح میکنید کاملا درسته. فقر وقتی که نظام سعی میکنه بر جامعه به اصلاح گسترش بده و طبقه کارگر رو، و تو صحبت ها اشاره کردم، نیازمندش بکنه به اون درآمد روزانه خودش، این در واقع یکی از عملکرداش اینه که در واقع جلوگیری میکنه از اینکه طبقه کارگر به مسائل سیاسی، اجتماعی، موقعیت و حقوقی خودش فکر کنه و عکس العمل نشان بده. شما در نظر بگید انسانی که از صبح زود بزنه بیرون دنبال کار و درآمد ناچیزی، شب خسته و گفته بیاد خانه، هیچ وقت حوصله اینو نداره که دنبال کار سیاسی و چه میدونم اتحادیه و تشکیل اتحادیه و این حرفا بره و اینا. نه، اینجوری نیست که الزاماً از فقر انقلاب درست میشه. این درسته، این حرف ما کاملا صحیحه، ولی ما تو اون قهقرا نیستیم. جامعه ما هنوز تو اون وضعیت قرار نگرفته و اینه که ما رو خوشبین میکنه، ما رو امیدوار میکنه که طبقه کارگر بتونه متحد و یک پارچه وارد عمل بشه. اون شرایط الان تو ایران درسته که
به خیلی خیلی شرایط اقتصادی جامعه ضعیف شده. خیلی طبقه کارگر به خصوص در تنگنای خیلی زیادی هست، ولی هنوز اون موقعیت نیست از یک طرف، و از طرف دیگه موضوع اصلی که میتونه در واقع اون ضعف رو جایگزین کنه آگاهی طبقاتیه که خوشبختانه از دیدگاه من، البته خوشبختانه طبقه کارگر ایران به این آگاهی رسیده، به این سطح از آگاهی رسیده که تنها راه پیروزی، تنها راه از بین بردن این نظام به عنوان نظام سرمایه‌داری مذهبی، فاشیستی مذهبی در واقع، اتحاد یکپارچگیه و وارد عمل شدن، حالا به شکل اعتصاب، اعتراض، به هر شکلی که براشون مقدوره. من فکر میکنم این سطح از آگاهی موجوده و نهایتاً بازم تاکید میکنم که من خیلی خیلی امیدوارم که طبقه کارگر ایران بتونه در آتیه نزدیک بتونه این نقش تاریخی خودش رو ایفا کنه، همینجوری که یک بار دیگه کرده، در یه شکل دیگه و در یه زمان دیگه این نقش تاریخی خودش رو ایفا کرده. من مطمئنم که این تاریخ دوباره تکرار میشه، که ایشو نمیدونم ولی یقین دارم. سپاسگزارم رفیق فرخ معانی گرامی. ما هم امیدواریم که همون گونه که شما گفتید که این آگاهی در سطح جامعه هست و عموم مردم هم ناراضی هستن، منتها بحثی که هست اینه که هرچی بیشتر اینا باید سازمان یافته تر عمل کنن. ملتی که سازمان یافته باشه، ملتی که متحد باشه، حول یک هدف مشترک جمع بشه و منافع جمعیشو بر منافع فردیش ترجیح بده، قطعا به پیروزی هم خواهد رسید. ما هم امیدواریم طبقه کارگر ما و فعالین کارگری ما مثل اون رهبران کارآمد و رهبران روشنفکر و رهبرانی که میتونن رهبریت این جنبش رو بر عهده بگیرن، مدیریت بکنن تا به سرانجامش برسونن، این کار رو بکنن. بهترین کار هم همینه که رهبری و مدیریت این جنبش در دست طبقه کارگر باشه، چون منافع همه رو در نظر میگیره، منافع همه رو حفظ میکنه. ما هم امیدواریم. بسیار سپاسگزارم از حضور پربار شما رفیق فرخ گرامی و بسیار خرسند شدیم که در این برنامه ما را همراهی فرمودید. با تشکر از شما، ممنون. خواهش میکنم. من هم از شما تشکر ویژه دارم. بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، به پایان یکی دیگه از ویژه برنامه‌های مختص به خیزش سراسری مردم ایران رسیدیم. تا دیداری دیگر، شب و روزهایی پر از صحت و سلامتی و سربلندی برایتان آرزومندیم. شعرم صدام جاودانم، من یک از هزارانم، پایان شیرین داستانم، مست شلاقیم که خوردم و پیروز زندانیم که بردن، شعله خاشاکیم که گفتن پشت به زندگی رو به دشمن، دو الف کوه پروندم، کس را گل رخ در بندم، خون سیاوشم کمان آرشم، پروازیم که پر زد رفت، تابش ناگریز نورم، رویش ناگزیر بذرم، ریشه دارم استوارم، من درخت امید وطن، بچه کارم گمنامم، پینه دست رویام، فصل اتحاد گردانم، خون ندام سلطانم، خشکی قلب یه دریا، چنبال بریده پروازم، سینی صورت سربازم، تیر تو سینه اهوازم، فقر بلوچم، کولبر کردم، زبان مادری عربم، ترکم، من پسر ایرانم، بختیاریم، نماد جرأت، قهر خودم، من ترس شمام، قاضی وطن، عدل انتقام، برزخ خودم، وحشت شمام، سرباز حقم، مرگ افتخار، من خروشه خشمم، غیزم، ریزش صدم، سیلم، از درون یه رنگم، طفلم، لطیف مثل مرگم، شعرم، ایول بشکن، قانون نداریم، قول میدم خوابی رو آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و با اتون فراریم، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک
مال منه بده به من، بده ویران شده همش بده که من خودم میسازمش بده به من، بده ایران مال منه بده به من، بده این خاک مال منه بده به من، بده ویران شده همش بده که من خودم میسازمش تو این خاک ریشم بمیرم رو